افغانستان کشور خیلی دوری از ما نیست و ما وقتی از اخراج دسته جمعی صحبت میکنیم اینجوری نیستش که یک جمعیتی رو که حالا برای ما هزینه‌اند تمام این برچسبایی که میزنیم بهشون رو و گاه شاید نگرانی ها حقیقت هم داشته باشن، اینا در خلأ نمیرن که اینا دوباره برمیگردن کشور ما، اتفاقا با فاصله زمانی خیلی نزدیکی، چون ما یه چرخه، من بهش میگم منحوس، یه چرخه منحوسی از ورود غیرقانونی شکل گرفته. این خیلی هم قشنگ داره کار میکنه، سازوکارش خیلی اقتصادیه. زیاد منتفع میشن. آره اصلا تو ایران خیلی برای خیلی از افراد شغله. حالا یه در موردش خیلی هم صحبت شده، دو خطی بگم که چجوری داره کار میکنه. محض مرور مهاجر افغانستانی دو راه داره برای اومدن به ایران دیگه، یا اینکه بره کنسولگری ایران توی هرات، قندهار، مزار شریف، کابل درخواست ویزا بده بیاد ایران که حداقل $1000 براش آب میخوره. راه حل دوم اینه که میرن نیمروز، اونجا میگن که من میخوام برم ایران، یه پولی میدن، یه سری قاچاقبر اینا رو میفرستن پاکستان. اینجا هم شکل مهاجر دیگه انسان نیست، کالاه، یعنی هر ماشین 20 نفر 30 نفر به عنوان 30 تا بسته انگار داره جابجا میکنه، دست به دست میکنه بین خودش. از پاکستان میان ایران، حالا از نواحی صعب العبور مرزی ایران و پاکستان عبور میکنن و از اون طرف هم توی ایران دوباره دست به دست میشن، یعنی پژوهایی که زاهدان هستن تا یه جایی تو کرمان میبرن، تا یه جایی تو یزد میبرن، اونجا دوباره دست به دست میکنن تا جای مختلف ایران. و جالب اینه که سررشته های آخر این کار کارفرمایان ایرانی میشن خیلی وقتا. وقتی همچین چیزی وجود یعنی اینا رو منتقل میکنن داخل کشور مدیریت. آره سفارش کار از کارفرمای ایرانی اصلا. مثلا میره میگه که تو سمنان طرف چوپان نیاز داره، گله داره، بعد میگرده تو روستاشون چوپان پیدا نمیکنه، میره به یکی که تو کار قاچاق مهاجران افغانستانی میگه که من 3 تا چوپان میخوام با این ویژگی ها، و بعد مثلا یه هفته بعد این 3 تا چوپان پیدا میشن. خیلی داره دقیق کار میکنه. وقتی همچین چرخه‌ای وجود داره، ما وقتی که اخراجشون میکنیم توی افغانستان، خب دولت قوی وجود نداره، اقتصاد به شدت اوضاعش خرابه. افغانستان، دولت افغانستان هنوز، طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده، ارتباطات جهانیش خیلی ضعیفه، اصلا نمیچرخه چرخ اقتصاد. خب اونجا گرسنگی هست، واقعا گرسنگی به معنای واقعی کلمه هستش، یعنی طرف حتی نان هم ندارد بخورد هست خیلی وقتا. این گزینه‌ای که پیش روش میمونه دوباره پناه آوردن به همین چرخه غیرقانونی وروده و اخراج دست جمعی جواب نمیده. حتی نهادهای بین‌المللی ایران رو به عنوان در واقع یکی از چیزی که من دیدم 5 تا کشور بزرگ پناهنده پذیر مثلا پذیرفتن. حالا اگه یکی از 5 تا نباشه، یکی از 10 تا که 100% هست. ولی آیا من خواستم بپرسم که کشور ما برای اینکه تصمیم گیری بکنه که یه حجم خیلی زیادی از مهاجران افغانستانی رو بهشون تابعیت بده یا امکاناتی بده یا حالا به هر ترتیب اخراجشون نکنه، آیا جزء 10 تا کشور بزرگ اقتصادی هستش که بتونه به اینا؟ بعد کشورهایی مثل آلمان و انگلیس و عرضم به خدمت شما، مخصوصا آلمان که بعد از وقایع سوریه حجم خیلی گسترده‌ای از مردم این کشور و پناهجویانش رو پذیرفت، خب ظرفیت‌هاش تکمیل بود، مشخص بود، یعنی میدونستش که من اینقدر بودجه دارم، بعد اینو مثلا میتونم اختصاص بدم بحث پناهجویان. ولی خب برای کشور ما واقعا هم چیزی نیست. از اول انقلاب تا حالا اینا رو بردیم و اینا برگشتن. یعنی سیاست بازگشت، چون عملاً ببینید افغانستان 2 تا مشکل بزرگ داره. امکان زیست در این کشور وجود نداره، دولت مستقلی وجود نداره. ما مرزهامون رو با افغانستان کاملا یک طرفه داریم مدیریت میکنیم. یعنی مرزهای ما با افغانستان فقط نیروهای ایرانی هستن. هیچ اصلا مهم نیست. دوم، یکی این که اونور هیچ امید نیست. دوم، تبعی افغانستانی که یک روز در ایران زندگی کرده باشه دیگه تو افغانستان زندگی نمیکنه. ماها که تبعی ایرانی هستیم یه پیوند سیاسی با کشور داریم، یه پیوند اقتصادی داریم. تو این حوزه‌ای که آقای دکتر گفتن، پیوند سیاسی رو می‌ذاریم کنار. پیوند اقتصادی، منی که ایرانی هستم بابت خدماتی که دولت بهم میده مالیات پرداخت میکنم، یعنی یه مالیاتی پرداخت میکنم، حالا اگه حقوق میگیرم یا غیره مغازه‌ای دارم مالیات پرداخت میکنم. مهمترین خلأ تو این حوزه مالیات. تبعه قانونی که تو ایران حضور داره باید مالیات بده.
اولین اصلی که تو قانون هست. یعنی تبعیه خارجی که تو ایران وجود داره و قانونی هست و بخواد خدماتی مثل من ایرانی بگیره، چرا نباید مالیات بده؟ حتما باید مالیات بده. اتفاقا یکی از اصل و اساس این موضوع اینه که باید مالیات بده و این مالیات ها کمک بکنه به دولت که خدمات رسانی بهتری داشته باشه. و حالا اینکه مالیات بیشتر بده که در دنیا معمولا این هست، تفاوتی هست بین تبعیه خارجی و تبعیه اون کشور و تو ایران هم قطعا باید این اتفاق بیفته. از منابع ما سرمایه تولید میشه، تو ایران نمیتونه بمونه، میره ترکیه، میره امارات. یعنی این بدتره. یعنی ما هم یه یارانه میدیم تو ایران زندگی کنه، هم یه یارانه میدیم بهش تو ایران پول تولید کنه، پولی که تولید کرد، پولش که جمع شد نه تو ایران نگه نمیداره. چون ما تو این قانون ما دیدیم چون زمینه سرمایه گذاری نداره. ما واقعیتش اینه که زمینه سرمایه گذاری تو کشور به دلیل قوانین سختگیرانه مالکیت نداریم. ببینید خیلی از کشورهای دنیا بیس، خیلی مثل ترکیه، بیس پذیرش مهاجرشون خرید خونه است. چرا؟ شما توی یک کشور چون خرید خونه چند تا مؤلفه داره. یک، شما هزینه قابل توجهی باید بذارید یه خونه بخرید. همین تو ایران، تو تهران، تو مشهد، تو شیراز، شما بخواید یه خونه بخرید یه هزینه قابل توجهی باید بذارید. یک. دو، اون خونه رو شما نمیتونید جابجا کنید. اون سرمایه شما تو این کشور هست. پس دو اتفاق میفته. یک، شما به ماندگاری در این کشور عادت میکنید. دو، اینکه شما به قوانین، عرف، هنجارهای این کشور پایبندی، چون باید پایبند باشه. اگه پایبند نباشه بزرگترین سرمایه زندگیت اینجا از بین میره.